سلام علیکم بینندگان عزیز. امروز 24 دکبر سال 2025 من این ناحیه عینی دهه پوتخین آسایشگاه دکتر طاهری. من بینید ترماه زرین، تمام درخت ها برکاش آهسته آهسته زرد شده است. من در اینجا حاضر کارهای تعمیر ریمونت یعنی رفته ایستاده است برای گذراندن گرمیدهی در فصل زمستان کار کردن آسایشگاه دکتر طاهری. من این پیشکی که پگه کومرقتی کار بمیدرد استوها از شهر دوشنبه. من فقط همون داخل تروبه ها با 400 لیتر انتیفریز میانزن که زمستان به یخ نکنند. خوش متخصصای خوب کار کردین. من برای خلق خدمت کردیم. من برای خلق خدمت میکنیم که گرمی شده بیان متد های دکتر طاهری یاد گیرن، بیمار نشون، عمر دراز بینن. همین با آموزش در کار. هر چقدر شما درباره سلامتی خود معلومات خوب دارید بیشتر عمر شما دراز هست، سلامتیتون نظم میشد. همه خود انسان وابسته. من بهترین طبیب این طبیعت است. بینید خود همین درخت های نگاه میکنید اعصاب آرام میشد. شرشر آب دریا، این طرف یک طرف پرنده ها. هر یک فصل سال زیبایی خودشو دارد. من بینید ترماه طلا رنگ، کوههای آسمان بوس. من بعد 15 نوامبر ما استراحت کننده قبول میکنیم. خواهشمندان میتونید بیایید 10 روز در اینجا درس آموزید، سلامتیتون رو برقرار کنید تا 100 سالگی بیمار نشوید. تاجیکستان به پیش.